سلام دوستان، این بار اومدم تا باهاتون یه سالاد متفاوت همراه با مرغ رژیمی و خوشمزه رو به اشتراک بذارم. مواد اولیه سالادمون شامل 50 گرم گوجه گیلاسی، 1 عدد خیار متوسط، 1 عدد پیاز قرمز کوچیک، 10 گرم شیوید، 50 گرم جعفری، 50 گرم نعنا و 100 گرم گل کلم میشه. گل کلممون رو اول خرد میکنیم، بعد با مخلوط کن تبدیلش میکنیم به قطعه‌های خیلی ریز. فقط باید حواسمون باشه که له نشن. باقی مواد سالادمون هم خیلی ریز خرد میکنیم و همه مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. برای سس سالادمون اول نصف یه لیموی تازه رو پوستش رو رنده میکنیم، بعد 3 تا لیموی تازه رو آبگیری میکنیم، 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون بهش اضافه میکنیم با نمک و فلفل سیاه. سالادمون رو با موادی که بهش زدیم خوب مخلوط میکنیم و میذاریم کنار تا مواد به خورد سالاد بره. برای قسمت پروتئینی سالادمون نیاز داریم به 1 عدد سینه مرغ و برای مزه دار کردن سینه مرغمون نیاز داریم به پاپریکا، زنجبیل، زردچوبه، سماق، پودر سیر، پونه کوهی، نصف قاشق چایخوری جوش شیرین، نمک و 1 قاشق غذاخوری ماست. مرغمون رو با مواد ذکر شده خوب مزه دار میکنیم و بعد میذاریم تو دمای محیط برای نیم ساعت بمونه. اول مایتابه رو روی شعله ملایم کمی گرمش میکنیم، بهش روغن زیتون رو اضافه میکنیم، بعد مرغمون رو میذاریم برای 5 دقیقه روی شعله ملایم با در بسته مایتابه بپزه. بعد از 5 دقیقه مرغمون رو زیر و رو میکنیم و میذاریم اون یکی طرف مرغ برای 5 دقیقه دیگه بپزه. فقط یادتون باشه برای اینکه مرغمون آبدار باشه نباید بیشتر از این مرغ رو بپزیم. بعد از خارج کردن مرغ از مایتابه اجازه بدید تا برای 5 دقیقه دیگه تو دمای محیط بمونه. بعد مرغ رو کات کنید. حالا میبینید چه مرغای آبدار و خوشمزه‌ای دارید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که برای حمایت از من پیج یوتیوب و اینستاگراممو فالو کنین و پستامو لایک کنین. مرسی، تا یه ویدیوی بعدی، خدافظ.